عزیزم داری اذیتش میکنی؟ بیا بغل بابایی. پسر جذاب. بچه. آره نوازش. اون انسان ها را میبینی دیگو؟ آره میبینم. میدونی چند نفر از ما رو کشتن؟ ما رو سیخ زدن، ما رو عذاب دادن. وقت انتقامه. گوشتشونم خوشمزه است لامصب. با عطر و طعم خیلی خاصی پخته باید بشه. کجا میری؟ همینجا بمون. باید چه کارشون کنیم این کثافت های وحشی رو؟ دوست نداری اون بچه کوچولو رو بذاری سر سفره شام 6 تا گرگ؟ اوه سبکه. باره من که خیلی سنگینه. باره سبک دادی به خودت. من به 6 کیلو لاغر شدم. چی؟ آره به خدا دارم راستش هم میگم 6 کیلو لاغر شدم. داداش ما 30 سال همین که وزنیم. ولی من چوب سنگ با خودم حمل کردم. بیا اینجا چرت و پرت نگو. اینا چرت و پرت اینو بگیر. الان بارون میاد. مامانم میگفت من یه ابرقهرمانم. سید داری آتیش روشن میکنی زیر بارون. خب من باید چی کار میکردم؟ من دیگه سردمه میشه زیر بغل بخوابم؟ نه خیرم، من عروسک بچه ها نیستم. اینو با بفهمی. ولی خب خیلی سردمه. کنار پات پشمالوی. همینجا میخوابم. ببین حالم خوبه. آره یه پتو هم میخوام. خورتوم مندی بهترینه. دوست دارم مندی. برو اون بار داداش. ولی داشت حال میداد مندی. ویل کن اصلا امشب نمیخوابیم. چیه؟ مندی از آسمون داره سنگ میباره. مغزم افتاد سر جاش. مندی تو را خدا کمکم کن. سنگا سفتن. مندی ای بابا مجبوریم بغل باسن مندی بخوابیم. چه بوی گندی هم میده. آماده باشید. وقت حمله است. حمله کنید. بخوریدشون. بخوریدشون. چه خبر شده؟ حمله کردن مریم. برید بزنیدشون. کثافت. همیشه باید یواشه که حمله کنیم. بچه کجاست؟ چه بوی شیری هم میده. نمیدمش. بهت نمیدم کنم. باشی فرار کردن. بگیردشون. حرامزاده. قایمش میکنم. داله بد من. داله
پس میخوای بازی کنی؟ تموم کارت باچه مال منه. راه فراری نداری. بده من. گود بای بیبی. کسافت. حریف ما که نمیشی کوچولو بگیره. ولش کنید. بچه رفت. چی کار کنیم؟ چی شده؟ بچه رو بردن.